خب دوستان عزیز، امروز میخوام یه ویدیو فوق‌العاده جذاب برای آقایون معرفی بکنیم. کسانی که از درمان زودانتظاری رنج میبرن و شلی آلت دارن فوق‌العاده تاثیرگذاره. که 3 مواد خیلی ساده، یکی کنجد، سیاه‌دانه، تعداد چند دونه خرما و روغن زیتون. خب اولین کاری که انجام میدیم هسته های داخل خرما رو در میاریم دونه دونه. همطور که میبینید خرما سرشار از انواع ویتامین هاست، آ، بی، سی، کا و فوق‌العاده تقویت کننده قوی است برای سیستم بدن و ضد التهابی هم هست. و کنجد هم باز همین صورت که فوق‌العاده سرشار از مس ضد التهابیه که کاهش بیماری ها رو، اونا که تورم ناشی از بیماری دارن کاهش میده. کنجد مقدار زیادی آهن داره، منگنز داره، کلسیم داره که هر کدوم از اون خاصیت‌های خودشون دارن. آهن از کمخونی جلوگیری میکنه، منگنز از خواص آنتی اکسیدانی داره، کلسیم تقویت کننده استخوان بدنه. خب میایم داخل هر خرما رو با یه قاشق چای خوری کنجد میریزیم که قشنگ پر بشه داخل هر خرما. بعد از این کاری کردیم میریم سراغ سیاه‌دانه. خب سیاه‌دانه هم خواص فراوانی داره، از جمله خواص معمولیش که عمومی استفاده میشه برای درمان سرفه، کاهش خارش و التهاب و ضد سرطان هست. میریم هر کدوم چند دونه سیاه‌دانه رو هم داخل خرما میریزیم که این ترکیب اون یواش یواش داره کامل میشه. بعد نوبت به روغن زیتون میرسه. خب میایم داخل هر خرما مقداری چند قطره روغن زیتون میریزیم. همطور که میدونید روغن زیتون هم برای سلامت قلب، سرشار از امگا 3، تقویت حافظه، پاکسازی پوست و خواص خیلی فراوانی داره که این ترکیب فوق‌العاده برای کسانی هستش که از مشکلاتی که اول ویدیو گفتم دارن رنج میبرن. خب ترکیب ما آماده شد. هر موقعی که نیم ساعت قبل از عمل حتما اینو میل بفرمایید که فوق‌العاده تاثیرگذار خواهد بود. امیدوارم که ویدیوی امروز ما لذت برده باشید. سربلند و پیروز باشید.